سلام علیکم بچه های یوان. خب ما در درابلکای اونیورسال هستیم. خب ارد میزند جرمه علف قوق علف تر. خب من موتور اومدگی من 200 دانه موتور اومدگی پرامو ایختوی. خب من موتورای بینه 5 کیلووات همش 5 کیلووات. خب من اینجا من درابلکای من همش تیاره من تیار شده است من کراسکا. خب این طرف هسته با خب من اینو با کراسکا دم میسپارم یا نصیب من این طرفا تیاره کی در درابلکا در کار باشد 2700 سامان اپتیم اپشی. خب یوونده هسته مغازین یوون گاسترون نامده هسته درابلکا کی در کار باشد مرحمت. حاضر کارکنی درابلکا میمونیم چه کار میکند میبینید تو. برادر من این جرمه وایشه میکنه ارده میکنه اینا منیش جرمه میکنه که خب من اینش علافی کلانترش میکنه کلانش کمتر این من این برای گوسفند مایده میکنه. خب من اینجا زرجت میکنه گیر. خب من این برای جرمش نموندن این جرمه انا میخواد ادوات میشه. خب دیمگی اما خب من اینش برای ارد انا میخواد ارد میزنه بعد سیم دمو اینمی برای گوبا علف کلانتر میزنه شپرگی پیپرگی وای میزنه غوزا پای میزنه کلانترش. خب اینمی مایداش بینه اینمی مایداش برای گوسفندای بدندان اینمی مایده ها کرا میزنه اینمی خیلی مایده وای میکنه اینمی خیلی الشکنیش هم خیلی میشن اینمی اردش برادر انا دیدیم اینا من دست کتی نزدیم این خودش دادگه اینمی خیلی اینمی برونوش منه تماشا کنید با من مکه زده است مکه بینه خودش زرد برو شده اردش بینه زردینه برو شده من خیلی زدم میگیره برادر. مکه بینه چی میزنه من زدنش بینه من انا خیلی فون پیش کارم میپرده.